خیلی وقته کسی نگیره من عجب جا برمش 4 لیترین خالی و اونم داخلش بینم جا خوبه یکیو پیدا میکنم. نه فایده نداره، بلند شو بریم جایی بهتری، ولی بدون سر صدا که داداشت نفهمه. یواش 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 کجا میری؟ وایسا ببینم بیشور، الان سر صدا میکنی داداشت میاد. یواش تر. دیدی آخر اومد، خدا لعنتت کنه. کثافت، من باید تقیب برو نقیبیات کنم، تو هم برو بر هیچ گویی نمیخوری. من باید خواهرت تا دسته کلنگو بفرستم داخلش. ولم کن، آخر خب هم کنار میاد. بی ارزش. دیدی داداشتم رفت، حالا گوش کن به چی میگم. نگاه کن، بذار اول یه جای خوبی پیدا کنم. بذار منظره رو نگاه کن. اصلا تو حواست معلوم نیست کجاست. گوش میدی چی میگم؟ نه فایده نداره، خودم باید دست به کارشم. باید بریم زیر اون درخت. نه زیر اون درخت به درد نمیخوره، داداش دعیوست اونجاست. الان یه جای خوبی پیدا میکنم تو علفا. حالا بلند شو بریم تو علفا. اینجا خوبه. شوی کن صف خود بگیر. خیلی به آرزوم رسیدم. حالا برو.